برای بسیار ساکنان شهر رقه، پایتخت پیشین گروه تندروی دولت اسلامی، گذشتن از رود فرات به مشکل روزمره تبدیل شده است. چند ماه پیش در جنگ ها برای پاکسازی رقه از جنگجویان تمام پلهای این شهر ویران شد. جنگیان گروه تندروی دولت اسلامی رقه را سال 2014 اشغال کردند و آن را پایتخت خلافتشان اعلان نمودند. کوچه های مرکزی رقه به مکان گشت یا پردهای نظامی پردبدبه دیگیشت تبدیل شد. ماه اکتبر سال 2017 ائتلاف بین المللی تحت رهبری ایالات متحده آمریکا در پی عملیات 4 ماهه رقه را از جنگجویان آزاد کرد، ولی در جنگ های مسلحانه زیربنای این شهر سوریه کاملا ویران شد. ابو احمد سویری مجبور است برای تعمیر خانه‌اش هر روز از رود فرات گذرد. ما در شهر رقه چنان اذیت میکشیم که اهل عالم تصور آن را ندارد. ما در منطقه شامیه ساحلی فرات به سر میبریم. مجبور هستیم که هر روز به ساحل مقابل فرات گذشته در آن سوی رقه خانه هایمان را برای زیست تعمیر کنیم. ما هر صبح توسط قایق‌ها به ساحل مقابل گذشته بعد نصف روزی باز از همان طرف برمیگردیم. در جنگ تمام پل‌ها ویران شدند. پل‌ها را تخریب کردند و کسی در فکر تعمیر آن نیست. دیروز یک قایق بزرگتری که حامل ماشین‌ها و اشیاء روزگار بود غرق شده کمش 20 نفر و از جمله زنان و کودکان را به هلاکت رساند. با استفاده از قایق‌های لرزان، صدها ساکن رقه اشیا و اسکنه خود را از بالای رود فرات انتقال می‌دهند. قیمت یک طرف راه از فراز رود تخمیناً 500 لیره یا $1 آمریکایی است، ولی بعضاً این راه به قیمت جان مردم آواره انجام می‌شود. 2 روز پیش قایق غرق شد و کمش 10 کس همش کودکان را به هلاکت رساند. مثل آن که ما در اروپا می‌بینیم. وقتی پناهجویان در راه به اروپا غرق می شوند، امروز در رقه هم همین گونه وفات می کنند. این شرمندگی است. شورای نو تأسیس رقه در روبروی وظیفه های زیادی قرار دارد. بعضی اعضای این نهاد میگویند ائتلاف بین المللی به آنها وعده داد که برای احیای زیربنا، مکتب و شفاخانه ها و نظام تأمین برق رقه سالانه تا $10 میلیون مصرف خواهد کرد. ساکنان هشدار می‌دهند که اگر وضع به زودی دیگر نشود، در این شهری که زمان 200,000 اهالی داشت، سر زدن اعتراض های مردم بی خانه و در از احتمال دور نخواهد بود.